نیروی دریایی سپاه در 5 عملیات گسترده و پردامنه با ترکیب موشک‌های بالستیک و کروز و پهپادهای انهدامی اهداف برجسته نظامی دشمنان آمریکایی صهیونیستی در منطقه را منهدم ساختند. در نخستین هدف تهاجمی این نیرو 2 رادار هشدار زودهنگام در اختیار آمریکایی‌ها در منطقه و مستقر بر یک سازه دریایی در آبها و جزایر امارات با دقت بالا منهدم گردیدند. یک نفتکش متعلق به رژیم نامشروع صهیونیستی با نام آکوا-1 در منطقه میانی خلیج فارس در رزم موشکی دلاور مردان دریایی سپاه پاسداران نیز مورد هدف قرار گرفت و در حال سوختن است. از سحرگاه امروز چندین فوج پهپاد انهدامی به سمت ناوگروه مستاصل آبراهام لینکلن در شمال اقیانوس هند شلیک شدند که با توجه به مستندات و تصاویر ماهواره‌ای این ناوگروه از مکان قبلی فرار و به عمق اقیانوس هند عقب نشینی کرده است. شایان ذکر است طی اخبار دقیق اطلاعاتی بر اثر تهاجم دیروز نیروی دریایی سپاه به محل تجمع مخفی افسران آمریکایی در امارات 37 نفر به طور قطعی کشته و تعداد زیادی نیز مجروح و به بیمارستان‌های شهر منتقل شدند. ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز محل استقرار هواپیماهای سوخرسان آمریکا مستقر در فرودگاه بنگوریون و سایت راداری کشف و رهگیری موشک‌ها و پهپادهای رزمی و سایت‌های جنگ الکترونیک مستقر در امارات را با پهپادهای هجومی مورد هجوم حملات خود قرار داد. تهاجم قدرتمندانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همزمان حملات شجاعانه و مؤثر گروه‌های مقاومت با بهره‌گیری از موشک‌ها و پهپادهای هجومی پرقدرت و نقطه‌زن باعث گردیده است تجمع نیروهای آمریکایی و صهیونیستی را با دقت هدف قرار داده و به هلاکت برسانند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.